در میان لحظه جانکاه قبود، زیر باران خدا باز شنید. نازنینم، آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین و سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام خدا به شما ارادتمندان حضرت سید الشهدا علیه السلام. با افتخار خدمت شما هستیم، یاد خدا رو پیشکش حضورتون میکنیم. امروز روزی است که سر سفره قرآن کریم مفتخریم باشیم و خدای متعال این روزی رو به ما داده که محضر مفسر محترم قرآن کریم استاد سید محمد حسین عظیمی عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان عزیز و ارادتمندان به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلام عرض میکنم و انشاءالله که عزاداری هاشون مقبول درگاه حضرت واقع شده باشد انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنونیم از قبول زحمت، قبول دعوت و تشریف فرماییتون. با افتخار خدمت حاج آقای عظیمی عزیز هستیم. تفسیر موضوعی قرآن کریم عنوان اصلی به خودش گرفته تحت عنوان قواعد قرآنی. قاعده اخیری که به صورت تازه واردش شدیم قاعده است به نام قاعده سوال که یک جلسه راجبش صحبت کردیم. خلاصه جلسه قبل رو عزیزانمون آماده کردن، پیشکش حضورتون. برمیگردیم کلاس امروز رو آغاز میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. مهم اینه که چون انسان به ذات فقیره، یعنی همه انسان ها همیشه فقیرن،
پس انسان به ذات حاجتمنده. شما هیچ وقت نمیتونی انسانی رو بیاری درخواستی نداشته باشه که حاجت در وجودش نباشه. و چون انسان به ذات حاجتمنده، لذا انسان به ذات اهل دعاست، اهل عبادت. عبادت یعنی همون دعا، یعنی نشستن، کرنش کردن، سجده کردن، تعظیم کردن، اهل خواستن و خواستن. اصلا نداریم انسانی که اهل دعا نباشه، اهل عبادت نباشه. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. حکم خدا اینه که عبادت نکنید مگر او را. نه اینکه عبادت کنید، میگه عبادت بکنید، فقط خدا را عبادت کنید، دنبال عبادت دیگران نه. این یعنی چه؟ یعنی که بشر ببینید ناخودآگاه اهل عبادت و حتما عبادت میکنه، منتها یا بنده خداست و در کار عبادت خداست و دستش پیش خدا درازه، و یا بنده شیطانه. شما چه کسی رو دارید که پیدا بکنید من اصلا سر پیش هیچ کس خم نمی کنم؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره. مگه میشه بشر باشه محتاج نباشه؟ مگر میشه احتیاج باشه درخواست نباشه؟ ما وجودمون پر از درخواسته. با افتخار خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. قاعده سوال به طور خلاصه این شد که انسان چون به ذات فقیر است، یک، مبلغ علمش ناچیز است، دو، ناتوان و ضعیف است، سه، پس در نتیجه محتاج است. احتیاج محصول قطعی و حتمی فقر و مبلغ علم انسان است، جهل آدمی است. احتیاج که آمد، محصول احتیاج، نتیجه حتمی و قطعی احتیاج سؤال. پس در نتیجه انسانها چون فقرشان ذاتی است، چون به ذات مبلغ علمشان اندک است و ناچیز است، پس به ذات محتاجند، همه محتاجند، همیشه محتاجند و به ذات همه سائلند. همه انسانها همیشه اهل سؤالند. اما سؤال در قرآن همونطور که در جلسه قبل گفتیم به دو معنا به خصوص مورد نظر ماست. یکی سؤال به معنای گدایی کردن، تمنا کردن، درخواست کردن و دعا کردن، و دوم سؤال به معنای پرسش کردن. در معنای اول سائل به معنای گداست و در معنای دوم سائل به معنای دانشجوست. در یک نگاه مجموعی جامع اگر بخوایم داشته باشیم باید بگیم سائل یعنی محصل و سؤال یعنی تحصیل. بشر به مقتضای این که فقیر است در حال تحصیل آن چیزی است که ندارد و محصل است یعنی سائل است. صحبت شد که آیا قرآن مجوز سؤال کردن را به ما داده است، مخصوصاً سؤال کردن از غیر خدا. گفتیم که بله، قرآن فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما چند نکته رو پیرامون این سؤالی که قرآن اجازهش رو داده و بلکه دستور داده که برید در خانه اهل ذکر و از اونها سؤال کنید و درخواست کنید، چند نکته رو باید عرض کنید. نکته اول این که قرآن به عنوان نمونه آمده سؤالهایی رو مطرح کرده که مردم می آمدن در خانه پیغمبر و سؤال می کردن. حالا من خیلی سریع چند نمونهش رو خدمت شما عرض میکنم. یک، یسألونک عن الاهله. مردم میان از تو سؤال میکنن در مورد هلالهای ماه. یسألونک ماذا ینفقون. سؤال میکنن چه چیزی را باید انفاق کنن.
یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی، سوال میکنن که آیا در ماه‌های حرام جنگ جایز است. یسألونک عن الخمر و المیسر، از شراب و قمار. عن الیتاما، از برخورد با یتاما، معامله با یتاما. عن المحیض، از خون حیض سوال میکنن. یسألونک ماذا احل لهم، سوال میکنن از احکام فقهی چه چیز برای ایشان حلال است، چه چیز حرام است. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از روز قیامت سوال میکنن. عن الانفال، از غنایم جنگی سوال میکنن. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یسألونک عن ذی القرنین، از ذوالقرنین سوال میکنن. یسألونک عن الجبال، سوالهایی که در قرآن مطرح شده، مردم می آمدن از پیغمبر سوال میکردن و خدا هم اجازه این سوال رو داده بوده و حتی به پیغمبر میگه برو در پاسخ اینها این رو بگو. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، که در قاعده مبلغ علم پیرامون این آیه مفصل صحبت کرد. خب این یک نکته. نکته دوم این که از آیات قرآن اینطور استفاده میشه که در یک تقسیم بندی کلی که حالا آیاتشو بعداً خدمتتون عرض میکنم، سوال به دو نوع تقسیم میشه. ما دو قسم سوال داریم. سوال هایی که من اسمشو میگذارم سوال های تعنتی، یعنی سوال هایی که سائل از روی عناد و آزار سوال میکنه، سوال میکنه که اذیت بکنه، سوال نمیکنه که به جواب برسه، سوال میکنه که در حقیقت سائل مسئول رو در تنگنا قرار بده. می آمدن خدمت پیغمبر یه سوالهایی میکردن که با سوالشون پیغمبر رو اذیت بکنن. این یک نوع سواله، سوال تعنتی، سوالی که از سر عناده که حالا نمونه‌هاشو عرض میکنم. دو، سوالهای تفقهی، یعنی می آمدن سوال بکنن که بدانن، یعنی چیزایی رو نمیدانستن می آمدن از پیغمبر سوال بکنن. اینم یک مطلب. مطلب بعدی این که سوالهای تفقهی، اینو عرض بکنم، سوالهای تعنتی قطعا حرامه. یعنی شما بری از پیغمبر از در خانه امام حسین یه سوالی بکنی که فقط تصمیمت آزار دادن مسئوله، یعنی چیزی نمیخوای، میخوای اونو اذیت بکنی یا امتحانش کنی مثلا. آره مثلا. سوال های تفقهی اصلش جایزه. شما سوال میکنی، خب یه چیزی رو نمیدونی، سوال میکنی که بدانی، سوال میکنی که بفهمی. سوال های تفقهی، مطلب بعدیمونه این که سوال های تفقهی، سوال هایی که میپرسی که بفهمی، خودش چند نوعه. یک، اینا همه در قرآن آمده، اجازه من یکی یکیشو بعدن آیات قرآن رو خدمت عرض کنم. یک، سوالهای بیهوده و بیارزش، سوالهایی که ضرر نداره اما نفعی هم نداره، نهایتا شما رو به یک علم لا ینفع میرسونه. این مسئله بسیار مهمیه که قرآن مطرح کرده. ببینید عرض کردم بشر سائله، بشر دانشجوه، بشر کنجکاوه. دانشجو بودن فقط مال کسانی که دانشگاه میرن نیست، کل این عالم یک دانشگاهی است. بشرم، کل بشرم چون مبلغ علمش پایینه پرسشگره. پرسش جزء ذات همه انسان هاست، لذا همه انسان ها پرسشگرند، همه انسان ها دانشجوان. اما بعضی انسان ها سوال میکنن از مطالبی که فهمیدن جوابش سودی ندارد، ضرری هم ندارد، میشه علم لا ینفع، علم بیهوده، علم بی ارزش. این یک نوع سوال که قرآن میگه این نوع سوال رو مطرح نکنید. دو، یه سوالهایی رو قرآن مطرح میکنه که این سوالها نه تنها سود نداره، ارزش نداره، بلکه ضرر داره. این مطلبی است که در مبلغ علم هم من بهش اشاره کردم که سوالهایی داریم که دانستن جواب اون سوالها و رسیدن به اون جواب برای شما ضرر داره. یعنی بعضی چیزها رو بهتر شما ندونید، خیلی اصرار نکنید روش، حالا مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. و قسم سوم که قرآن رو این قسم تأکید داره که بشر اینطور سوال بکنه، سوالهایی که ارزشمنده، مفیده و ضروریه، یعنی حتما بشر باید به اون سوالها
بپردازه. عنوانش چیه؟ عنوان خاصی داره؟ همین نافعه دیگه. سوال نافع، یعنی علم نافع. که حالا اگر خواستید آیه ای رو از قرآن پخش بکنید، آیه 101 و 102 سوره مائده خیلی خوب. بسیار عالی، بسیار عالی، با افتخار. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. 101 و 102 آیات 101 و 102 از سوره مبارکه مائده رو تقدیم حضورتون میکنن. با دقت بشنویم، انشالله به جانمون بنشینه. برگردیم استاد عظیمی عزیز در ارتباطش برامون صحبت میفرمایند. بفرمایید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. فرمودید که قسم سوم سوالات نافع هست که خیلی هم بهش سفارش داد. اگر اجازه بدید ما اول بپردازیم به اون سوالهایی که بیهوده است، بی ارزشه و مضر. چند آیه قرآن رو خدمتون تقدیم کنم که ببینید قرآن توجه به مسئله سوال کرده که شما رفتی در خانه پیغمبر چه سوالی بپرس، دنبال چه دانشی باش، دانشجوی چه علمی باش. اولین جایی که در قرآن بحث سوال رو مطرح کرده در آیه 108 سوره بقره است. میدونید از آیه 40 سوره بقره تا آیه 123 سوره بقره تقریبا این 80 آیه تقریبا در مورد یهود صحبت میکنه و در مورد اهل کتاب صحبت میکنه. در لابلای این بحثی که در مورد یهود و اهل کتاب داره، یه جاهایی در مورد مردم زمان پیغمبر هم صحبت میکنه. یکی از اونجا اینجاست، آیه 108 سوره بقره. میفرماد ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آیا میخواهید از پیغمبرتان همان را بخواهید و سوال کنید که از موسی قبلا درخواست کردید؟ یعنی بحث سواله. ام تریدون، آیا میخواهید ان تسألوا رسولکم، از پیغمبر اسلام، رسولتان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال کنید همان سوالی را که قبلا از موسی کردید؟ این یعنی چه؟ یعنی سوال غلط، یعنی سوال اشتباه. یعنی موسویان در زمان حضرت موسی با سوالهایی که کردند هم موسی رو آزار دادند، هم خودشون رو به تباهی رسوندند، تباه کردند. شما اون اشتباه رو نکنید. این یک اشتباه تاریخیه که بشر داشته. معلم برای بشر فرستادیم، به بشر گفتیم سوال کن و بشر طبق ذاتش سوال میکرد، آمد خدمت پیغمبر. یعنی تا اینجا درست. ما معلم رو فرستادیم، بشر رو متوجه این پیغمبر کردیم، بشرم آمد همون جایی که باید بیاد، همون مدرسه‌ای که باید تحصیل علم بکنه، اما سوال غلط پرسید، سوال اشتباه پرسید. شما این اشتباه رو نکنید. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. آقا این خیلی مسئله مهمی است. ما الان خودمون میریم در خانه امام حسین، چه سوالی بکنیم از امام حسین؟ ما چه درخواستی از امام زمان علیه السلام داشته باشیم؟ بعضا من خودم میبینم تو جلسات مذهبی کسی که حالا تریبون در اختیارش هست حرف میزنه، یه حرفهایی به امام زمان میزنه و یک درخواستهایی از امام زمان داره که مصداق این آیه است که ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. و بعد ببینید چه تهدیدی میکنه آیه. میفرماد این سوال اگه درست باشه ایمان بر ایمان شما میافزاید. سوال اگر غلط باشه، مخصوصا موقعی که سوال از پیغمبره، سوال از امام معصومه، ایمان شما رو تبدیل به کفر میکنه. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. سوال غلط دقیقاً برعکس عمل میکنه. سوال برای چیه؟
سوال برای اینه که شما علمی بر علمتان افزوده شود، نوری بر نورتان افزوده شود. سوال برای اینه که شما راه رو پیدا بکنید. قرآن میفرماد سوالت اگر سوال غلط باشد ایمان بر ایمانت اضافه نمیکنه، بلکه ایمانت رو تبدیل به کفر میکنه. فقط زل سواء السبیل، سوال غلط باعث گمراهیه. زل سواء، یعنی شما رو از وسط راه، شما که وسط راه بودی، از راه به درت میکنه. در حالی که سوال، اونم سوال از پیغمبر، شما رو باز به صراط مستقیم هدایت بکنه. سوال شما چون غلط بود شما رو از راه گمراه بکنه. سوال باعث گمراهی میشه. یعنی دانشجو رفته داره دانشجویی میکنه، داره دنبال دانش میگرده، ولی گمراه تر از این دانشگاه اخراج میشه، بیرون میره. این یه آیه. آیه 101 و آیه 102 سوره بقره که تلاوت شد، بینندگان عزیز توجه فرمایید. چقدر سریع، چقدر روشن خدا راه رو ارائه کرده. تو که دانشجو هستی و پرسشگری، حق داری چه سوالی رو بپرسی. یا ایها الذین آمنوا، 101 سوره مائده، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چه معیار خوبی، چه برهان خوبی توش هست. نپرسید از مطالبی که اگر بفهمید شما رو ناراحت میکنه. چرا سوالی میپرسی که جواب اون سوال تو رو به هم میریزه؟ مراقب با. بعضی وقت تو زندگی خودمون هم اتفاق میفته، یعنی نگاه میکنید که بعضیا دارن کنجکاوی میکنن یا جستجو میکنن از مسئله‌ای که جوابش هر چه باشد اونا رو ناراحت میکنه. نمیدونم چرا این کارو میکنن. قرآن فرماد لا تسألو، دنبال نکن، نپرس از چیزی که اگه جوابشو بفهمی تو رو ناراحت میکنه. و بعد میفرماد اگه بپرسی ما جواب میدیم، ولی نپرس. و ان تسألو عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. چقدر روشن، چقدر واضح. اگر اون موقعی که داره قرآن نازل میشه، یعنی اون لحظه‌ای که علم داره از آسمان میاد زمین، پیغمبر داره علمو میاره، تو اگر سوال کنی جواب داده میشه، تبد لکم، برات آشکار میشه، اما نپرس. حالا چرا نپرس؟ چرا خدا نگفت؟ خب خدا میگفت ما هم نپرسیم، ما نمیپرسیم، خدا خودش بگه. فرماد عفالله عنها. خدا که یادش نرفته بگه، خدا که فراموش نکرده، خدا خودش نگفته، خدا خودش اون قضیه رو نادیده گرفته. ببینید یه وقت یک معلمیه، یه استاد دانشگاهیه، رفته سر کلاس جزوه هم نوشته که به دانشجو تدریس کنه، بگه مطلب رو، یه مطلب رو یادش رفته، مطلب رو میگه، تمام میشه، جلسه بعد میاد میگه آقا ببخشید این نکته ای رو من یادم رفته شما بگم، شما واسه اون روز از من میپرسیدید، خودتون نپرسید، حالا میگم. خدا اینطوری نیست. خدا چیزی یادش نمیره. اگر خدا یه چیزی رو نگفت، مصلحت نبود که بگه. شما سوال نکنید. عفالله عنها. خدا نادیده گرفته اون مطلب رو، خدا اون مطلب رو نخواسته بگه. والله غفور رحیم. خدا چون غفوره، چون مهربانه، چون رحیمه، نخواسته تو درد سر بیفتی، لذا تو هم سوال نکن. و بعد دوباره در آیه 102 فرماد وقد سألها قوم من قبلکم. یه عده قبل از شما، تاریخ مطالعه بکنید، یه عده قبل از شما این اشتباه رو کردن، زیادی فضولی کردن، یعنی یه چیزایی که نبایست بدانن هی آمدن سوال کردن و به جواب رسیدن. به جواب رسیدن ثم اصبحوا بها کافرین، کفر ورزیدن. ببینید دانش زیادی که شد، از ظرفیت انسان که بیشتر شد، انسان طغیان میکنه، کفر میاد، نمیتونه بفهمه. ما اگر این مطلبی رو به تو گفتیم، ظرفیت تو رو در نظر گرفتیم، لذا اگر بعضی چیزها رو به انسان نگفتیم و یادش ندادیم، چون انسان ظرفیت دریافت اون مطلب رو نداشت، لذا نگفتیم. این روایت رو ببینید در ذیل همین آیه، یعنی آیه 101 102 سوره مائده، مرحوم
طبرسی در مجمع البیان این روایت آورده که اشار امیرالمؤمنین علیه السلام فی قوله ان الله افترض علیکم فرائض. خداوند یه چیزایی رو بر شما واجب کرده، گفته مثلا نماز واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه. فلا تضیعوها، آنچه که خداوند واجب کرده تضییع نکنید، ضایعش نکنید، یعنی انجام بدید. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، خداوند یک حدودی را، یک مرزهایی را تعیین کرده، از مرزهای الهی عبور نکنید، تجاوز نکنید، از حد نگذرید. درست؟ و نهاکم عن اشیاء، خداوند شما را از بعض امور نهی کرده، گفته این کار را انجام ندید. فلا تنتهکوها، حد که حرمت نکنید، یعنی آنچه خداوند گفت انجام بدید انجام بدید، آنچه خداوند گفت انجام ندید انجام ندید. اما مسئله سوم که محل بحث ماست، و سکت لکم عن اشیاء، خدا یه چیزایی رو نگفت. بله گفت آقا این واجبه، این حرامه. الان شما تعداد واجبات و تعداد محرمات رو بشمارید، به تعداد انگشتان دسته. ما واجب خیلی نداریم، حرام هم خیلی نداریم. یعنی مثلا اگر فرض بکنید، حالا ما عددی که من میگم فقط برای تقریب معنا به ذهنه، اگر 1 میلیون کار تو عالم باشه، تو این 1 میلیون کار 100 تاش واجبه، 100 تاش هم حرامه، ما بقیش نه واجبه و نه حرامه، یعنی خدا حکمی در موردش نداده. روایت می‌فرماد سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیان، خداوند یه چیزایی نگفته، یادش که نرفته بگه. وقتی میگه خدا یادش رفت اینو بگه. خدا گفت شراب حرامه، اما نگفت آب هندونه حلاله یا حرامه، اینو نگفت. گفت شراب حرامه، گفت مثلا فلان چیز واجبه، اما نگفت که حالا این نشستن روی این مبل جایزه یا جایز نیست، اینو نگفت. چطور شد؟ چرا نگفت؟ یادش رفت. لم یدعها نسیانا، خدا فراموش که نکرده، نمیخواسته بگه، نمیخواسته تو دردسر بیفتی. فلا تتکلفوها، شما خودتون رو تو دردسر نیندازید. پس این شد یک ملاک که اگر خدا یک چیزی رو نگفت، شما با سوال کردن خودت رو تو دردسر نیندازید. دانستن بعضی از مطالب به صلاح بشر نیست که حالا چه دانشی به صلاح هست چه دانشی به صلاح نیست. بعد صحبت یه موقع دیگری روش صحبت بشه. خیلی لطف کردین، خیلی بزرگواری فرمودید. از همراهیتون و از نگاهتون سپاسگزارم. خدا رو به وجاهت سید الشهدا علیه السلام و خاندان مطهرشون قسم میدم و دعا میکنم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. یا علی محتاج دعای خیرتون هستیم. مجا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.